خیلی واسم جالبه جدیدن کامیونیتی یارو تیشرت زن زندگی آزادی میپوشه، اون لوگوشو میزنه گوشه تصویرش، اون عکسشو میزنه پشت سرش. بعد همه اینا از همه ضد زن‌ترن. اتفاقا مدعیانش ضد زن‌تر از همه. انا همین سویان به برو کدوم کانتنت کریتور رو فالوش دارن، کدوم کانتنت کریتور رو دنبالش میکنن و همشون سکوت، عمرن نمیان راجع به این موضوع صحبت کنن. فقط ایمپرشن مهمه، کانکشن مهمه، ویو مهمه. اگه این آدم 10,000 تا ویو داشت چه اتفاق میافتاد؟ 5,000 تا ویو داشت چه اتفاق میافتاد؟ اگه 20 فالوور داشت چه اتفاق میافتاد؟ بابا چقدر بعد این کارو بکنن این حرفا. همین نیمالی دبلیو ببین مونس اصلا نه یوتیوبر نه استریمر نه هیچ، چجوری اومد یهوش تو این کرد بدون اشتغالی به نامزد من تو این کرد. برای کانتنت کریتور چی؟ سکوت. رفیقامو کاری ندارم که واکنششون دادن، کسی که اونا رو دنبال میکنن ولی همون اتفاق برای خودشون بیفته واکنش چیه؟ زمین تا آسمان متفاوت. یادتونه فرش استرنت ویدیو داد با همین سوگن مالکشی کرد واسه دزدی پوریا پوتک. و عادیه بابا، همه انجام میدن، مشکلی کاری نکرده فلان. الان لازم باشه واسه سوگن هم ویدیوشو میدن. نه سوگن منظورش این بود که فلان. بابا جمع کنید واقعا. فرشا صحبت میکنه میگه من با سوگن صحبت کردم، سوگن قسم خورده که منظوری نداشته، پس بیخیال سوگن شد. سوگن گفت به خدا من نیتی نداشتم. پس سوگن گفت ببخشید. خیلی اوضاع خرابه شده، کثافت شده قشنگ. به شخصی موقع اندازه گرفتن مشتری ها کلی دستمالیشون میکنن. تو حلالی، تو راحت باش. همین دستمالی کردن تو، یعنی دست میزنی به بوبیزای طرف، بیب بیب میکنی یا به کونش دست میزنی، جز لذت بردن هیچ گونه ضرری به طرف نمیرسونی. بس it's okay dude. این کار اتفاقا خیلی هم خوبه. محکم فشار بده.